البته اگر یگان خدمتی من در ساحه مدنیت ادبیات کرده باشم، این هم با یاری دوستانم نویسندگان تاجیکستان، با یاری صنعتکاران تاجیکستان، استعداد ما یک جایه همدیگر را، همین صنعت و ادبیات ما را به این درجه رسانده است. ما از آن یک افتخاری عمومی داریم. من همیشه در یاد دارم که وقتی که استاد عینی در سمرقند اثرهای خود را تمام کرده برای خواندن، برای مطالعه کردن، محاکمه کردن به اختیار سید نویسنده‌های تاجیکستان می‌فرستادند، البته این سطرها را می‌نوشتند. برای اون کس همچنین یک شعار بود: هیچ گلی تازه در این بوستان چیده نشد بی مددی دوستان. اون کس این تکرارا میگفتند. در حقیقت هم همین طور است. هیچ چیزی بی مددی دوستان با آخر نمیرسد. ادبیات و صنعت هم باید از آن خلق است و باید ماند به خلق خدمت کند. اگر هر یک سطری ما به منفعت خلق روانه کرده شده باشد، ما خودمون را خوشبخت میشماریم. کار ایجادی، کاری این اذیت کشیدن، مشکل ها را برطرف کردن، بیخوابی کشیدن، همیشه در جستجو بودن، اینطور هست. مانند کودک شادی میکنیم وقتی یک اثری درست به میدان میآید. وقتی که درباره همین رفیق‌ها یک اثری نغزه میبیارد، همه وقت چشمه های کوهستان باید میبیارد. چشمه آبش میدید برای چی صاف؟ شفاف. چون که بسیار از قعر زمین میبراید، از میان سنگ های خارا جولیده و مالیده و ساویده میبراید که وای سنگ های خارا اون را سفته میکنند، شفاف میکنند، آب را تازه میکنند. و ایجادی هم به فکر ما ایجادیتی ما ادیبان هم باید همطور باشیم. با مشکلی ها باید همین اثرهای خوب بی مشکلی به عمل نمیآید. یعنی این است که زندگی ما را همیشه قرضدار میکند، ما قرضدار، و به همین همیشه در تشویشی، در فکری ادا کردن ادای قرض در نزد خلق، در نزد وطن.